گفتن رو پیشنهاد کنند و ما شما حلاوت ببریم از فوتبال تاجیک. از میکند همگان در انتظار صدای اشتکی هستند و صدای اشتکی دوبار بلند می شود. بینندگان ارجمند بازی آغاز می شود. بازی دستای کلوب مرکزی ورزش ارتش و رگر تداز. حمله دسته رگر تداز را میبینیم. بینندگان ارجمند پرتافت با کنار ارسال نوبتی به داخل جریمه گل ضربه و تو به دروازه وارد می شود. بینندگان ارجمند حساب بازی اکنون 0-1 می شود. رگر تداز با پیش می براید. بسیار هم منصوبه اولی رو اینجا اجرا توجه میکنیم. بار دیگر پرتافت روان کرده شد. دروازه‌بان در خروج البته اینجا اشتباه کرد. او میتوانست اینجا بازی خوبتر هم نشان بدهد. فیروز قرایف سر اول پرتافت خیلی خوبی را انجام داد و قرار دارد کاپیتان رگر تداز پرتافتی و به داخل جریمه خط نیم حمایه هستند. از علل خصوص در خط نیم حمایه مرکز از آنها بسیار چیز وابسته است. اینال بین هجوم متوجه میشوه. بینندگان ارجمند کامران میرزاخان بیکوف یگانه نفری است اینال که در پرسینگ قرار داشت و توانست تا توپ را برگرداند به دسته خود. اگر شده غفاروف ارسال فیروز به داخل جریمه گل ضربه به طرف سهراب جلیلوف. شادی بک ضربه جانب دروازه با پای چپ به دسته کلوب مرکزی آمده. نیلچی بک رشید بک می باشد. به حمله متوجه میشویم. پرتاف به داخل جریمه گل دروازه بند فیروز بابیف پرتافتی با سهراب جلیلوف. ارسال سهراب جلیلوف به داخل جریمه گل ضربه شده بک غفاروف. اینجا اصلا شده بک غفاروف ضربه جانب دروازه و امکانات بهترین بود برای زدن گل. یاد پرتافت طویل سیاد با خط هجوم. پرتافت خیلی هم زیبا درست و سری وقتی ارسال نوبتی به داخل جریمه گل. فیروز با بیف امکانیت ضربه زنی با پای چپ بود ولی او ضربه نزد. امکانیت را به شده بک غفاروف داد ولی شده بک ضربه را زد که از اوده برطرف کردن دلیر عزیزوف برآمدن توانست. فیروز قرایف پرتافتی و بعد داخل جریمه گاه امکانیت است برای ضربه زنی. ضربه و پرتافتی نوبتی بعد داخل جریمه گاه. فرصت برای شده بک غفاروف امکانیت بهترین گل زنی. ضربه جانب دروازه و 1-1 میگردد حساب رقابت. هجوم خیلی هم خوب که با گل فیروز بابیف انجام می‌یابد. متوجه میشیم بار دیگر پرتافت خیلی هم خوب از عمق میدان از مرکز میدان روان کرده شد به شده بک غفاروف. شده بک توپ را صاحب شد. پرتاف کرده به عقب و ضربه زده با گل انجام یافت. در منطقه بختر در ولایت ختلان در منطقه ختلان البته در منطقه بختر چون این دسته بودند ختلان. الشیر شریپوف این کارت زرد دوم است برای فوتبال بازی رگر تداز و او با کارت سرخ جزا داده می شود و اکنون کارت زرد دوم میگیرد. به خاطر همین پوغج خود بر مقابل الچی بک رشید بکف و دوور کارت زرد نشان میدهد به این فوتبال باز که فیروز بابیف پرتافتی و با شده بک غفاروف. تدزه تلیکس امکانیت است برای تدزه. فیروز قرایف ورزیدی و خیلی هم خوب بازی کرد. فیروز بابیف پرتافتی نوبتی و با داخل جریمه گل فلیکس ضربه میزند. فیروز بابیف پرتافتی نوبتی و با خط هجوم شده بک غفاروف رقیب را میگذارد. اینجا پینالتی باید باشد یا نه؟ البته پینالتی. اولی روان کرده شد و از این زاویه دید میبینیم که رسید دلیر. از این زاویه دید اکنون بیاید متوجه شویم. شده بک توپ را به یک طرف هوا میدهد و رسیش بود. کلوب مرکزی بهترین فوتبال باز بود در دیدار امروزه که نقش بسیار مهم داشت. فیروز بابیف ضربه یو آرامانه به گوشه بالای دروازه توپ را روان میکند. فیروز بابیف به زدن گل مشرف میشود و حساب بازی را فوتبال بازی مذکور 2-1 میگرداند. مرکزی ورزش ارتش بار دیگر تکرار هم شود نه تنها به خاطر دو گلی که او زد اما برای این لازم است تا 3 دقیقه دیگری که دوبار زم کرد طاقت کنند فوتبال بازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش که اونها طاقت نمیکنند چون که دسته رگر تداز نمیخواد که زینه اول را از دست بدهد.
در دقیقه زم گردیده فوتبالبازان رگارتا داز مشرف به گلزنی میشوند. دسته رگارتا داز که نقش مهم البته در این گل داشتن. فیروز قرای بارگاه متوجه میشویم که چگونه توانست پرتافت خوب خود را انجام میداد با داخل جریمه گاه و اکبر بابا مرادوف باشد توپ را با سر به دروازه وارد می‌سازد. آخرین امکانیت خواهد بود برای فوتبالبازان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و داور صداش که خیش را بلند میکند. بینندگان ارجمند بازی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و رگارتا داز از دوره مرحله پیشکی مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دور اخیرین با حساب مساوی 2-2 انجام می‌یابد.